سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم خوب و سلامت و موفق و سرحال باشید. در خدمتتون هستم با ویدئوی جدید در هفته جدید از عزیزی دختر خانم گلی از استان خراسان به نام خانم کیمیا میرزایی. خانم کیمیا میرزایی خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم که در توضیحات ویدئوییشون خودشون توضیح خواهند داد. دچار تومور یا توده کبدی شده بودند، بسیار دردناک و پزشکا کار خاصی برای ایشون نمیکردن تا اینکه بالاخره ایشون از طریق یکی از دوستانشون با ما در ارتباط شدن و من ایشونو قانع کردم که ما میتونیم کمکتون کنیم و ایشون شروع کردن به استفاده از استمرژین. بریم از زبان خودشون بشنویم که چه برای ایشون گذشته در این مدت. سلام، من کیمیا میرزایی هستم از استان خراسان رضوی. عرضم به حضور بیننده های عزیز اینه که سال 1396 قسمت سمت راست شکمم دردهای خیلی عجیب و شدیدی داشت. شب و روز هر ساعت و وقت بی وقت درگیر بودن با این درد. هر کاری میکردم، هر داروی مسکنی که استفاده میکردم، اصلا این درد آروم شدنی و خوب شدنی نبود و منو هر روز و هر شب بیقرارتر میکرد. شبا خواب نداشتم از این درد. نمیدونستم واقعا چرا همچین دردی سراغ شکمم اومده. اصلا معما شده بود واسم. تا اینکه رفتم پیش پزشک و پزشکای عمومی و بیمارستان ها و درمانگاه و اینها سر در نیاوردن هیچ کدوم. تا اینکه پیش یه متخصص خوب رفتم. پیش یه متخصص خوب که رفتم اونجا واسم آندوسکوپی و کولونوسکوپی نوشتن. انجام دادم و توی آندوسکوپی و کولونوسکوپی هیچی دیده نشده بود. اون پزشکم برام سونوگرافی نوشت. سونوگرافی رو که رفتم انجام دادم، اونجا یه توده کبدی تو سونوگرافی دیده شده بود. حدود 7-8 ماه بود که درگیر این بیماری بودم و این 7-8 ماه واقعا شاید چندین سال واسه من گذشت و اینقدر بی اشتها کرده بود منو این درد که کلن خورد و خوراک و شامانه‌ها و صبحونه و همه چیز رو فراموش کرده بودم. نمیتونستم، یعنی شب و روز به خودم نمی‌چیدم. وقتی توی سونوگرافی بودم، سونوگرافی رو که انجام دادم، دکتر بهم گفت که یه توده کبدی دیده شده توی سونوگرافیم. خیلی ناراحت شدم و استرسی و عصبی شدم. واقعا نمیدونستم چی کار کنم و از غصه داشتم دق می‌کردم. در همین حال با یکی از بیمارای سابق آقای دکتر وزیرتبار هم صحبت شدم و آشنا شدم. درد و مشکلم رو بهش گفتم که همچین بیماری دارم و همچین توده کبدی دارم. ایشون هم لطف کردن و آقای دکتر رو به معرفی کردن. گفتن که شماره تماس آقای دکتر وزیرتبار رو بهت میدم و باهاش تماس بگیر، 100% پشیمون نمیشیم. واقعا خیلی دلگرمی گرفتم و آروم شدم. بهم امید داد حرفای اون مریض سابق آقای دکتر وزیرتبار عزیز. شماره تماس رو گرفتم و همون روز با آقای دکتر وزیرتبار تماس گرفتم و صحبت کردم و آقای دکتر عزیز لطف کردن به حرفای من کاملا گوش کردن و مشکل من کاملا سنجیدن و بهش گوش دادن. بعد از اینکه کاملا حرفامو به آقای دکتر وزیرتبار گفتم و ایشون به حرفای من گوش دادن و مشکل منو متوجه شدن، با خونسردی و خاطر جمعی تمام به من گفتن که این مشکل حل شدنیه، خدا رو شکر. هیچ نگران نباشید. این درد برطرف شدنیه. من اصلا امیدوار نبودم و خیلی
واقعا ناراحت بودم. میگفتم نه هیچ وقت این درد من خوب شدنی نیست، از بس که عذاب میکشیدم و توی رنج بودم. و بعد آقای دکتر چند تا از داروهایی که واسه این مشکل من در نظر گرفته بودن رو ارسال کردن. وقتی که این داروها به دستم رسید شروع به استفاده کردنشون کردم. توی دوره اول که استفاده کردم دیدم دردام داره کمتر میشه، روز به روز کم میشه. دیدم کلا دردام از بین رفت، اصلا هیچ دردی ندارم و این باور نکردنی بود. تا اینکه رفتم سونوگرافی انجام دادم و خوشبختانه توی سونوگرافی هیچ توده‌ای توی کبدم مشاهده نمیشد. واقعا باورم نمیشد و خیلی خوشحال بودم. خوشبختانه الان حال خیلی خوبی دارم. و اینکه هر کسی که آقای دکتر وزیرتبا رو میشناختن و با ایشون در تماس بودن و هر کسی که قبلا بیمار آقای دکتر وزیرتبا بوده واقعا از ته دل راضی بودن از آقای دکتر وزیرتبا عزیز. و همچنین خودم خیلی از آقای دکتر ممنونم و راضیم، چون واقعا بهم امید دوباره داد. آقای دکتر وزیرتبا کسی نبود تا حالا که راضی نبوده باشه از آقای دکتر. از هر کی که میپرسیدم و هر کی که آقای دکتر وزیرتبا رو میشناخت دعاش میکرد و کمال تشکر رو میکرد. الان حال خیلی خوبی دارم و تو وضعیت خیلی مناسب و عالی هستم. و توی فضای مجازی که با چند تا از بیمارای سابق دکتر وزیرتبا که صحبت کردم و راجع به آقای دکتر وزیرتبا پرسیدم، اونا هم خدا رو شکر راضی بودن مثل خودم، چون من واقعا راضیم. اونا هم دعا میکردن آقای دکتر رو و گفتن که فکر نمیکردن بیماریشون رفع شدنی باشه، اما خب خوشبختانه میگفتن بعد از کمک خدا، بعد از خدا آقای دکتر وزیرتبا با زحمتاشون و داروهایی که دادن واقعا مشکلاتمون برطرف شد و دردامون از بین رفت. و اینکه بهتون پیشنهاد میکنم هر کسی که مشکل دردی داره که میفهمه برطرف شده این نیست و ناامید شده، به نظر من ناامید نباشه. بهتون توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم شما هم مثل من و مثل بقیه بیمارای آقای دکتر وزیرتبا شما هم با ایشون تماس بگیرین و مشکلتون رو در میون بذارین باشون. مطمئنم که پشیمون نمیشین و نتیجه میگیرین. بله، همطوری که مشاهده کردید ممنونم دختر گلم کیمیا جان، شما دختر من هستی، عزیز من هستی. خیلی ممنونم از اینکه این همه لطف به من داری. خیلی خوشحالم که همچین مصیبت یا مشکل بسیار بزرگی که خودت ازش اسپردی به عنوان یک عارضه بسیار سخت، دردهای شدید شکمی که شبان روز داشتی در یه دختر جوان، اینطور این تومور از بین رفته و در سونوگرافی هم نشون داده که هیچ اثری ازش نیست. خیلی برات خوشحالم. واقعا استمرژین گاهی اوقات برای بعضی از بیماری ها معجزه میکنه، من جمله شما کیمیا جان عزیز. با هم دیگه بریم یه ویدئویی در مورد کبد، مشکلات کبدی، مسائلی که در کبد وجود داره و چقدر عضو مهمیه، با هم بریم این ویدئو رو ببینیم، برگردیم من در خدمتتون هستم. صحبت امروز ما در مورد تومورهای کبدی هست. تومور کبدی در هر نقطه از بدن میتونه باشه و نوعهای مختلف خوشم و بدخیم داره. کبد خیلی مهمه، مرکز جایی است که مواد ذخیره میشن، جمع میشن، متابولیسم اونجا انجام میشه و همونطور که در تصاویر میبینید هر چیزی که میخورید میاد در کبد و ذخیره میشه و تبدیل به انرژی میشه برای بدن انسان. سلولهای توموری از نقاط مختلف کبد میتونن به وجود بیان. دو نوع خیلی مهم هست، یکی خوشخیم و بدخیم، benign and malignant. نوع خوشخیمش همانژیوما، هپاتیک ادنوما و فوکال نودولار هایپرپلژیا هست که شایع ترین نوعش همانژیوماس هست و دوم فوکال نودولار هایپرپلژیا. این همون تومورهای خوشخیمه که
در این بیمار عزیزمون هم که قبلا راجبش صحبت کردیم دیدید. در مورد بدخیم ها که کنسر هست، کنسرها دو نوع کنسر یا سرطان کبد تومور میتونه وجود داشته باشه. یک نوعش اولیه باشه، بهش میگن پرایمری در خود کبده. دومش سکندری یا ثانویه باشه، یعنی جاهای دیگه سرطان ایجاد شده، حالا به اینجا متاستاز داده. شایع‌ترینش کدومه؟ روده بزرگ، پستان، تخمدان، ریه‌ست و پروستات. اینا کنسر شدن، انتقال دادن سلولاشون به داخل کبد و داخل کبد یه تومور ایجاد شد که این تومور به اصطلاح از جای دیگه اومده، بهش میگن سکندری تومور یا تومور ثانویه. و تومورها انواع اقسام دارن، کلونژیوکونوما داره، سارکوما داره، میکس تومور داره، هاپوپلاستوما داره. این انواع تومورهای سرطانیه. علتش چیه؟ چه چیزایی باعث؟ علتش ناشناخته است. فاکتورهای ریسکی وجود دارن، مثلا تنفس آرسنیک در کارخانجات، جایی که آرسنیک تنفس میکنن، یا خانمایی که قرصهای ضد بارداری استفاده میکنن هم به میزان زیاد میشه این اتفاق بیفته. و چیزایی مثل کورتون ها، الکل، سیروز کبدی، اینا همه عوامل ایجاد کننده میتونن باشن، ولی هنوز باز علت ناشناخته است. و انواع هپاتیت ها یعنی هپاتیت کبدی نوع B که HBS میگیم و نوع C. و در این حال برای اینکه بخوایم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاق افتاده، میتونیم از آزمایش خون استفاده بکنیم تا ببینیم وضعیت کبدی بیمار در چه شرایطیه. علائمش چیه؟ علائم بیماری که دچار تومور کبدی هست معمولا علائمی نداره تا جایی که بزرگ بشه، فشار بیاره و معمولا شکم درد یکی از مهمترین علائم، ولی علائم مثل از بین رفتن اشتها، کاهش وزن، تب، خستگی مفرط، عدم حالت خوب حس کردن و تهوع استفراغ. از علائم ظاهری هم زردی هست، خارش بدن هست. تشخیص و درمانش چجوریه؟ پزشک وقتی شما رو معاینه میکنه تشخیص میده چی کار باید بکنه، بر اساس اون درمان رو پایه‌گذاری میکنن. بعد از اینکه معاینات کامل روی فرد انجام میشه میان ازش آزمایش خون میگیرن برای اینکه تشخیص بدن و بعد درمان بکنن. MRI میکنن یا اسکن میکنن یا بررسیایی میکنن، تو اون تصاویر تشخیص میدن، یا بیوپسی میکنن ببینن اون تومور خوشخیمه بدخیمه چجوریه، بررسیایی که لازمه برای فرد انجام بشه. و درمانش در نهایت درمانهای مختلفی داره، تزریق هست، برداشتن تومور هست، شیمی درمانی در نوع بدخیمشه، در نوع خوشخیمش کنترل بیماره. اما چیزی که هست درمانی که ما میکنیم بر نوع خوشخیم به خصوص که همین عزیزی که بهبودی پیدا کردن نتیجه فوق‌العاده خواهد بود. ولی میگم اشعه درمانی و خیلی چیزای دیگه هست و مسائل تزریق داروها، اما بهترینش همون استفاده از استم سل برای درمان تومورها هست. پس متوجه شدید که چقدر مسائل کبد مهمه. واقعا کبد یکی از مهمترین ارگان‌های بدنه، عضوهای بدنه. یعنی کبد نباشه اصلا زندگی وجود نداره، چون خیلی خیلی از متابولیسم ها در کبد انجام میشه. خب اینو دیدید و هم دیگه استاد شدید در این رشته با این صحبتایی که من کردم و صحبتایی که کیمیا جان کرد. حالا زمان اون رسیده که از ویدئوی بسیار پربار از گفتار جناب آقای دکتر دراپا بهره مند بشیم و یاد بگیریم که ایشون چه مسائلی رو مطرح میکنه و یک آموزش خوبی است برای همه ما، من و من جمله شما عزیزان. بریم و برگردیم، من در خدمت. What we have discovered, and here you need to wrap your mind around this, okay? We have a cardiovascular system, we have an immune system, we have a nervous system. And in the same way that we have systems like this in the body, what we have discovered in a very objective way is that the body has a repair system. The body has a health system. There is something in your body whose function is to keep you healthy as you age. Once we discover this, there's no better strategy to maintain health than to support this natural function of the body. It is so much cheaper, so much easier to keep your health when you have it.
I wish I had a creative mind. You know, I admire painters and musicians. I'm not born that way. I'm just born with a very pragmatic, rational mind. Well, I just remembered the first day of school. So I'm 13 years old, 12 years old. The first day of school, and my question to my 6th grade teacher was, how does the brain work? And obviously he couldn't give me an answer, but already then, you know, I wanted to study the brain. So what led me to stem cell research is quite simply, a colleague of mine sent me an article, and the title of the article was Turning Blood into Brain. It was the study on leukemia, in which scientists use mice. So they irradiated female mice as a treatment for leukemia, and then did a bone marrow transplant with male stem cells. So the idea was that because the male stem cells have the Y chromosome, you can follow the reconstitution of the blood in the bone marrow. And a few weeks later, they found a neuron in the brain that had the Y chromosome, meaning that it came from the stem cells. At a time when stem cells are known just to be blood precursors, they make red blood cells, white blood cells, and platelets. So now we have a report that a stem cell could go into the brain and become a brain cell. So it led me to look a little bit more in the scientific literature, and then we found similar reports of stem cells that could become heart cells and liver cells. So what we then started to think was, okay, if stem cells can become liver, brain, and the heart, why not the pancreas and the skin and the lung and the muscles and other things? It would be much more bizarre if stem cells can become brain, heart, and liver and not the rest. So we published an article in a journal called Medical Hypotheses, in which we proposed that stem cells actually constitute the natural repair system of the body. In the back of my mind, the idea was, if really stem cells are the repair system of the body, and you have a plant that can trigger the release of stem cells, that means these stem cells will go and repair what's broken. So they go to the heart of the heart patient, the liver of the pancreas of the diabetic, the brain of the Alzheimer's patients, and that's what we had. We had people reporting benefits touching so many different aspects of human health. So we went in the lab and we tested that plant, and we found that that's what it did. It triggered stem cell release from the bone marrow. So it took me from brain research, and all my interest shifted into this sort of new discovery, these new observations. Stem cells was really, to me, the future of medicine. So that's how it all started. When we understand that stem cells constitute the repair system of the body, so we think that it's going to repair, so meaning we use it only when something is broken. So there's something else that is emerging here in all this science of stem cells that, to me, is absolutely the most fundamental piece of information that we need to have as a society, is to understand that stem cells, yes, they do repair, but every day of our lives, we lose cells. It's just a natural process of life. If you want any organs and tissue to work normally, you need to replace the cells that are being lost. And that's the role of stem cells in the body. And the key piece of information here is that by age 15, we have lost about roughly like 80% of the stem cells that you're born with. When you cross age 30, you're left with about 4 or 5% of the stem cells that you're born with. And this is simply caused by the fact that as we age, the red marrow that makes stem cells transforms into yellow marrow or fatty marrow. It's a very, very normal physiological process. But the key message here is that as we age, the number of stem cells declines drastically. So all of us, when we cross age 30, we all realize that we don't seem to repair as well as we used to. A little injury here and there, that we don't recover like we used to. It's because we don't have as many stem cells to participate in that process of tissue repair. But in the background, every day of our life we lose cells. There's a point as we age where we lose that balance. We don't have enough stem cells in the blood to compensate for cellular loss. That's when the problem, those so-called age-related health problems, that's when they start. You will experience them 10 to 20 years down the road, but they have started at that point. If right then we can start to put more stem cells in circulation every day, and which is what StemRegen does, then you give that edge to the body to be able to fully repair, microscopic repair, but to do this every day so that you can really age with your quality of life and enjoy your aging. خب
زمان اون رسیده که ارتباط ما با شما برقرار بشه. همین صحبت ها رو کردیم. اصولا استمرژین، این محصولی که آقای دکتر دراپا کشف کردن، روی صدها بیماری اثر میذاره، مؤثره و بهبودی ایجاد میکنه و خیلی خیلی ما در 15 سال ما داریم به طور مداوم برای بیماران عزیزمون، ایرانیان عزیز و همزبانان عزیز من جان و افغانهای عزیز در سراسر دنیا ما این دارو رو داریم عرضه میکنیم به این عزیزا، امریکا، اروپا، کانادا، هر جایی که شما فکر کنید. ما دفاتری داریم در این کشورها مثل انگلستان، مثل دبی، مثل ایران، مثل اینجا که کار شما رو انجام میدن. الان با توجه به مشکلاتی که اخیر به وجود اومد یه مقداری در ارسال داروها تأخیر ایجاد شده. اون دفعه من گفتم من از شما خواهش میکنم کمی صبور باشید، مطمئن باشید در 1 ماه آینده تمام مشکلات حل خواهد شد، محصولات به دست شما عزیزان خواهد رسید، به خصوص استمرژین هایی که جدید هست، پرقدرت هست و به طور فوق‌العاده‌ای رو شما تأثیر گذار. برای که با ما تماس بگیرید خب شماره ها هست اون زیر دیدید و یه سری هم آیکان هست یا علائم هست که مثل فرض بکنید توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و غیره. از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. مشاوره توسط من رایگان هست. حتما بخواهید که با من مشاوره بکنید تا من بگم چه کار ما براتون میتونیم انجام بدیم. پس بریم ویدئوی ارتباط ما و شما رو ببینیم، برگردیم من در خدمتتون خواهم بود. اول در مورد وبسایت خودمون براتون صحبت بکنم. اگر شما وارد وبسایت www.drwaziritabar.com بشید، یعنی همونی که پایین صفحه موقعی که من برنامه اجرا میکنم مشاهده میکنید، وقتی واردش بشید که الان ما این کار رو برای شما انجام میدیم، ببینید الان ما وارد وبسایت کمپانی شدیم. خب در بالا نوشته شده، الان ما تو خانه هستیم، جایی که تو هوم هستیم، صفحه اصلی که در بالا نوشته شده همونطور که میبینید دکتر شهریار وزیری تبار، بعد درمان، بیماری ها، بهبود یافتگان، محصولات، رویدادها، تیم ما و ارتباط با ما. اگر ما بریم روی تیم ما و کلیک بکنیم متوجه خواهیم شد که تیم ما از چه افرادی تشکیل شده. همینطوری که در تصویر میبینید آقای دکتر دراپا، بنده که در خدمتون هستم، و خانم میترافته که کارشناس تغذیه کمپانی هستن. این کسانی هستند که تیم ما رو در امریکا تشکیل میدن. البته تیم ما افراد بسیار زیادی باز هم در خود امریکا، کارمندان ما در دبی و در لندن و در ایران داره، ولی خب ما به اصطلاح فاندرهای این کمپانی رو، کسانی که این کمپانی رو پایه‌گذاری کردن رو به عنوان تصویر به شما نشون میده. بعد بریم راجع به محصولات صحبت بکنیم. کلیک کنیم روی محصولات. وقتی وارد محصولات بشیم، محصول اصلی این کمپانی محصولی است به نام استمرژین، همینی که در تصویر می‌بینید که نوشته شده تقویت کننده طبیعی سلول‌های بنیادی. استمرژین قوی ترین محصول کامل طبیعی موجود است که به منظور تحریک ترشح، همینه که در صفحه می‌بینید نوشته شده که چندین میلیون روزانه استم سل رو از مغز استخوان آزاد میکنه و میره به طرف بافت‌های صدمه دیده. تصویرش هم همین تصویری است که در اینجا میبینید، این باطلی که در اینجا تصویرش رو میبینید. و اگر کمی پایین تر بیایم، برای کسانی که در امریکا هستن، در کانادا، اروپا، خارج از کشور هستن، اگر مایل باشن میتونن، اگر بخوان، با مشاوره‌ای که با من میکنن میتونن استمرژین رو به صورتی که الان در این تصویر نشون داده شده یا 3 تا یا 6 تا رو به قیمتی که زیرش نوشته شده به صورت پیپل از کمپانی ما خریداری کنن. خریداری از طریق پیپل هست اگر در خارج از ایران هستید و میخواید. به غیر از مشاوره‌ای که با من میکنید، گاهی اوقات نیاز است که داروی جانبی هم کنارش بیاد که اون هم به این مسئله، به این داروها اضافه خواهد شد. و بعد اگر بریم سراغ بیماری ها، اگر وارد صفحه بیماری ها بشیم
مشاهده خواهیم کرد که تمام، ببینید تصاویر رو، تمام بیماری آرتروز، آدیسون، آتاکسی، آبسیا، از الف تا ی ما اینها رو ردیف کردیم. همینطور که داریم میایم پایین صفحه رو میبینید به ترتیب میایم پایین، تمام بیماری ها، اهم از دیابت، دژنراسیون، روماتیسم، سکته مغزی، فرض بکنید که ناراحتی سیاتیک، سر، فلج مغزی، فایبرومیالژیا و همه اینا تا به پایین، تمام بیماری هایی که از طریق این روش درمان قابلیت بهبودی دارن رو شما میتونید مشاهده بکنید. و بعد از بیماری ها میریم سراغ بغلش بهبود یافتگان. اگر ما اینو کلیک بکنیم، کسانی که بهبودی با این درمان پیدا کردن، ویدئوهاشون رو در اینجا نمونه هایی از بیماران درمان شده یا تحت درمان میبینیم که کسانی که روماتیسم، دیابت، ام اس، سکته قلبی، آرتروز، آتیزم، پارکینسون، سیروز کبدی، تنگی کار نخاعی، زایه نخاعی، اندومتریوز، ام اس، آرتروز، آمفیزم، لوپوس، ام اس، لوپوس، تومور مغزی، اسکلرودرمی، سرطان سینه، دیسک کمر، دیابت، انسداد مزمن ریه و تمام اینا که میبینید، اینا نمونه های از بیماران درمان شده هستن که ویدئوهاشون اینجا هست. حالا اگر هر صفحه‌ای برید فرق نمیکنه، اون وسط میبینید، همینطوری میبینید نوشته شده روش درمان طبیعی از طریق آزادسازی سلول‌های بنیادی. 5 تا علامت میبینید. این علامت‌ها به ترتیب از دست چپ، یکی فیسبوکه، یکی توییتره، یکی اینستاگرامه، یکی یوتیوبه و یکی تلگرامه. به عنوان مثال حالا اینجا از وبسایت خودمون ما میریم، از اینجا درست ببینید اینو کلیک میکنیم، میریم وارد اینستاگراممون میشیم. بله، این تصویری که میبینید تصویر اینستاگرام ما هست که بسیار مجهز است و همه چی رو در این میتونید ببینید. و اگر دقت بکنید در اینستاگرام ما که وارد بشید، یه مقداری که بیاین اونجا نوشته شده صفحه رسمی دکتر شهریار وزیرتبار، مدیریت روابط عمومی برای وقت مشاوره تلفنی. نام بیمار، بیماری و تلفن را به این شماره واتساپ یا تلگرام نمایید. این که در اینجا میبینید، من الان دارم دورشو با این فلش نشون میدم. این اون چیزی هستش که شماره هستش که اون کسانی که برنامه تلویزیون من رو نمیبینن و تلگرام رو میبینن میتونن با این شماره از مرکز ما، از روابط عمومی ما وقت مشاوره بگیرن. بعد پایین که میایم تصاویر رو میبینیم که نوشته شده سلولای بنیادی، تصاویر مختلف، نحوه درمان بیماری کلیوی، آرتروز. اگر نگاه کنید اون بالا اینجا نگاه کنید نوشته پست، یعنی پست ها، بغلش نوشته IGTV. لطفاً IGTV رو کلیک کنید، ببینید وقتی IGTV رو کلیک میکنید صحبت‌های هفتگی من میاد، یعنی صحبتی که بغیر از برنامه تلویزیونی، صحبتایی که با شما عزیزان میکنم. اینجا مثلا نوشته شده دکتر شهریار وزیرتبار، استمروژین و پیشگیری از ابتلا به کرونا، بعد تاثیرات کرونا در بیمار در حال درمان که صداشون برام فرستادن، بعد دوباره بیمار درمان شده MS، بعد ویدئوی بیماری تنفسی و ویدئوی بیمارانی که بهبود یافتند شما در این به اصطلاح IGTV میتونید ببینید. من معمولا مرتبا هر هفته یه موضوع جدید رو در IGTV که این وسطی هست براتون خواهم گذاشت. برمیگردیم به پست. اگر در پست دقت کنید و به طرف بالا حرکت بکنیم میبینیم درمان آرتروز، بیماری‌های کلیوی، همون آقای خلبانی که امریکایی هستن و استمروژین استفاده کردن و راضی هستن، درمان سر، درمان بیماری چشمی، خانم دکتر دندانپزشکی که الان به بیماران خودشون هم توصیه میکنن برای استمروژین، و خانم دکتر، خانم همسر آقای دکتر دراپا که هنرپیشه سینما هستن و به این زیبایی که در تصویر میبینید در این اینستاگرام ما، اینا همه به صورت ویدیو، بالاش علامت ویدیو داره، میتونید اینها رو تماشا کنید، ببینید و تمام رو تا پایین. و یه قسمتی که الان اینجا هست نوشته شده که prepare renew rejuvenates، جوانسازی، سلامتی و مورد استفاده استمروژین که اگر روش برید یک فیلم به زبان انگلیسیه که ما براتون به زبان فارسی دوبله کردیم و میتونید این رو ببینید. وقتی روش کلیک میکنید میاد
و توضیح میده که دقیقاً کاری که ما میکنیم چیه، استرمژین چی هست و خیلی خیلی جالب مفصل. به هر حال در اینستاگرام ما وارد بشید، بررسی بکنید، پیگیری بکنید، به چیزهای بسیار بسیار خوبی خواهید رسید. حالا اگر برگردیم دوباره روی به اصطلاح وبسایت خودمون برگردیم، همونی که ازش وارد اینستاگرام شدیم، دوباره برمیگردیم عقب، میریم روی همون وبسایت دی.آر وزیری تبار، دکتر شهریار وزیری تبار. وقتی بریم، ما الان قبلش اینستاگرام رو الان باهاتون صحبت کردیم، ولی میتونید برید رو اولی F یا فیسبوک. اگر کلیک بکنید خواهید دید که صفحه فیسبوک ما باز میشه که خیلی مفصل در موردش نوشته شده. شروعش در بالا نوشته انقلاب تندرستی همراه با سلولهای بنیادی. در فیسبوک اگر تایپ کنید DR نقطه شهریار وزیری تبار و اون تصویر رو میبینید، تصویر من رو در دایره میبینید، اون رو اگر دیدید میتونید واردش بشید. همین فیسبوک به اصطلاح کمپانی هست و تمام مسائل رو همونطور که میبینید از بالا تا پایین توضیحات مختلفی که من در فضای باز برای بیماری‌های مختلف دادم از بالا تا پایین میبینید، بیماری‌های مختلف رو میبینید و بسیار شبیه اینستاگرام و فیلم‌های بسیار زیادی ویدئویی در این فیسبوک ما موجود هست. شما هم از طریق فیسبوک میتونید سند مسیج بفرستید برای ما در قسمتی که الان من روش دارم نشون میدم، سند مسیج. هم میتونید از طریق اینستاگرام برای ما مسیج بفرستید یا تلفن بزنید به اون شماره. و اگر دوباره برگردیم به وبسایت خودمون، پس تا حالا اینستاگرام و فیسبوک رو دیدیم، حالا بغلش نوشته یوتیوب قرمز رنگه. ما اگر یوتیوب رو کلیک بکنیم و وارد یوتیوب بشیم، میبینیم که در یوتیوب قضیه فرق میکنه. در یوتیوب اگر برید سرچ کنید، بله همین تصویری که میبینید که سخنان آقای دکتر آلن سامرسال رو میشنوید به محضی که باز میکنید. باز بالای یوتیوب نوشته شده انقلاب تندرستی همراه با سلولهای بنیادی و در کنار دست راست دوباره اون علائم اینستاگرام و تلگرام اینا هست. یعنی از یوتیوب هم میتونید وارد اینستاگرام بشید. اگر صفحه رو بیاید پایین، بعد از سخنرانی آقای دکتر آلن سامرسال که برای شما به زبان فارسی دوبله شده ببینید، میتونید تمام صحبت‌های من رو در فضای باز ببینید که هر کدوم 2 دقیقه هست و بعد بیماران در مشاهده رو به ترتیب در پایین میتونید مشاهده بکنید. سمینارهایی که من در شرکت داشتم و به طور کامل اگر کلیک کنید ویدئو رو، بخش دوم یعنی هوم و ویدئو دیگه تماما ویدئوها رو به شما نشون خواهد داد. حالا اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، این بار وارد تلگرام بشیم، میتونیم تلگرام رو کلیک بکنیم و وارد تلگرام خودمون بشیم. همونطور که میبینید تلگرام ما صفحه رسمی من هست، نوشته شده و برای مشاوره میتونید واتساپ یا تلگرام با اون شماره بکنید. در این تلگرام کمپانی ما هست و بعد اگر برگردیم دوباره روی وبسایت خودمون، میتونیم توییتر رو ببینیم، علامت اون پرنده‌ای که میبینیم. وارد توییتر هم بشیم، همینطور تو توییتر نوشته شده دکتر شهریار وزیری تبار، یعنی @DR وزیری تبار هست. همه اینها همین هست و بعد میتونید همون نوشته ها رو در اینجا ببینید که در صدر شما میبینید راجع به دژنراسیون ماکولا توضیح داده شده و به ترتیب میاد پایین همه بیماری ها. اینجا هم میتونید برای ما پیغام بذارید، تلفن بزنید و تقاضای مشاوره بکنید. من کریستیان دروپا هستم و تخصص من نوروفیزیولوژی است، یعنی تحقیق در زمینه عملکرد سیستم عصبی. اما مطالعات فعلی من اساساً در زمینه سلول‌های بنیادی میباشد. دلیل اینکه امروزه تمرکز بسیاری متوجه سلول‌های بنیادیه اینه که همگان به پتانسیل فوق‌العاده سلول‌های بنیادی بالغ در احیا و بازسازی واقفند. در اینترنت و هر جای دیگه ای می‌بینید و می‌خونید که چطور سلول‌های بنیادی استخراج شده از خون، مغز استخوان یا بافت چربی رو می‌تونیم تغییر و این بار با فواید فوق‌العاده‌ای که برای سلامت انسان دارند مجدداً به بدن تزریق نمود. اما موضوعی که به اون اشاره نمیشه اینه که این سلول‌ها از ابتدا به ساکن در بدن حاضرند.
دلیل برتریشون استخراج و ورود دوبارهشان به بدن نیست. در اینجا سوالی که پیش میاد اینه: وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدن چیست؟ اکنون دانشمندان پس از حدود 15 سال تحقیق به صراحت بیان می‌کنند که سلول‌های بنیادی سیستم ترمیم و بازسازی طبیعی بدن را تشکیل می‌دهند. هرچه تعداد سلول‌های در گردش بیشتر باشه، سلول‌های بیشتری میتونن در فرایند طبیعی ترمیم بافتی شرکت کنند. هدف استمریژن در دست داشتن محصولی است تا با مصرف اون تعداد سلول‌های بنیادی بیشتری را به طور روزانه وارد گردش خون کنیم. این روشی است برای بهره‌مندی از پتانسیل عظیم سلول‌های بنیادی بالغ در هر فرد و در هر کجای جهان. به یاد داریم زمانی که اولین مطالعات و اولین مشاهدات در زمینه پتانسیل سلول‌های بنیادی بالغ منتشر شد. تمام شور و هیجانات مربوط به اوایل دهه 2000 بر توانایی بالقوه سلول‌های بنیادی جنینی متمرکز شده بود. کمی بعد بود که متوجه شدیم سلول‌های بنیادی بالغ نیز میتونن همین پتانسیل رو داشته باشن. به محض ثبت این یافته‌ها، اولین هدفی که دانشمندان و پزشکان بر اون متمرکز شدند این بود که چطور میتوان از این سلول‌ها استفاده کرد. چطور میتونن اونو از بدن خارج کرده و با انجام یک سری اقدامات آزمایشگاهی اونها رو دوباره وارد بدن کنند. بنابراین تمرکز ما بر روی استخراج سلول‌های بنیادی به نوعی کوک کردن اونها در آزمایشگاه و تزریق دوباره به درون جریان خون بود. به مرور زمان متوجه شدیم که دیگه نیاز نیست کار چندانی در آزمایشگاه انجام بدیم. کافی است اونها رو وارد بدن بکنیم. خودشون کار خودشون رو بلدن، چرا که کار اونها ترمیم و بازسازیه. کانون توجه مطالعات من تحقیق بر روی گیاهانیه که به عنوان یک عامل تحرک بخش برای سلول‌های بنیادی عمل میکنه و ترشح طبیعی این سلول‌ها از مغز استخوان رو تقویت میکنه. تمامی این تحقیقات با هدف ثبت تاثیر انواع گیاهان در نقش محرک سلول‌های بنیادی انجام شده. حالا که همه این مطالعات به ساخت استمریژن منتهی شده، قدم بعدی اثبات رابطه بین افزایش روزانه تعداد سلول‌های در گردش با استفاده از محصولی مانند استمریژن و تأثیر اون بر سلامت و انواع بیماری هاست. بنابراین مزیتی که استمریژن ارائه میکنه رویکرد جدیدیه که من اون رو تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی درونی مینامم. یعنی آزادسازی سلول‌های بنیادی خودی، تأثیر اون خفیف‌تره. بنابراین تعداد کمتری از سلول‌ها را آزاد میکنیم. در نتیجه انجام اون در طولانی مدت کاملاً بی‌خطره و حتی تأثیر تجمعی اون بسیار بیشتره. در حال حاضر در مرحله کارآزمایی بالینی هستیم و نه تنها به مقایسه دو روش تحرک بخشی به سلول‌های بنیادی و تزریق سلول‌های بنیادی به یکدیگر می‌پردازیم، بلکه امکان سازگاری این دو روش در کنار یکدیگر را نیز بررسی می‌کنیم. اگر به داشته‌های امروزمون در زمینه تکنولوژی سلول‌های بنیادی و آینده اون نگاهی بندازیم، ناخودآگاه و البته تا حدودی به درستی به فکر درمان‌های خالص‌تر و تکنولوژی خالص‌تر در بهره برداری از سلول‌های بنیادی خواهیم افتاد و به امکان انجام نوعی تغییرات ژنتیکی در اونها به منظور درمان برخی از بیماری‌ها فکر کنیم. تلاش گسترده‌ای توی این مسیر آغاز شده و ادامه خواهد داشت. با این حال با تأمل بیشتر متوجه میشیم افراد نیازمند این گونه درمان در اقلیت هستند. اون هم اقلیتی که نمیتونه هزینه این درمان را تقبل کنه. بنابراین از نظر من مفهوم مهمتر و جهانی تکنولوژی سلول‌های بنیادی یا درمان با سلول‌های بنیادی درک این حقیقته که در طول زندگی سلول‌های ما به طور روزانه از بین میرن. هر روز سلول‌هایی که از بین میره جایگزین میشن که این وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی در بدنه. پس اگر بتوان روزانه سلول‌های بنیادی رو در بدن آزاد کرد، یعنی هر روز به ترمیم و تجدید بافت کمک کرده و بدین ترتیب در طول زندگی فرد از بروز مشکلات جلوگیری کردیم. بنابراین بهره برداری از سلول‌های بنیادی به این روش بر روی جامعه تأثیر بسیار عظیمی داره و به سادگی میتوان گفت با تقویت آزادسازی سلول‌های بنیادی به طور روزانه کیفیت زندگی افراد رو حفظ کردیم و این دستاورد بزرگیه. از نظر من رسالت با ارزشی که سلول‌های بنیادی برای همه در آینده رقم خواهند زد، درک این بخش از ساختار بدن و وظیفه طبیعی سلول‌های بنیادی و سپس تقویت و بهره برداری از پتانسیل سلول‌های بنیادی خودیه. اغلب اوقات اینو مثال میزنم. 10 سال پیش پله‌ها رو 3 تا 1 بالا میرفتیم. 5 سال پیش 2 تا 1، 2 سال پیش 1، 1 سال پیش 1 اما آرومتر، 6 ماه گذشته 1 آرومتر و با توقفی کوتاه برای رفع خستگی و ناگهان یک روز سکته قلبی میکنیم.
مشکل ما از اون روز شروع نمیشه. همه چیز شامل یک سیر تدریجی آهسته است تا روزی که مشکلات تأثیر خود بر زندگی ما رو نشون میده. اینجاست که متوجه اون میشیم. بسیاری از موارد در این سیر تدریجی قرار میگیرن. اگه تعداد سلول‌های بنیادی در گردش خون رو بالا ببریم و به بدن کمک کنیم تا قبل از ظاهر شدن بیماری خودش رو ترمیم کنه، میتونیم سلامت بمونیم. و این مزیت رو به بدن بدیم که از پیشگیری فراتر رفته و تواناییش رو در حفظ سلامتی خودش افزایش بده. پس این محصول هم برای کسایی که دچار شکستگی و آسیب هستند و هم تمام کسایی که سلامتند و از توانایی و پتانسیل سلول‌های بنیادی آگاه بوده و میخوان سلامت بمونن مفیده. پس با مصرف روزانه استمریژن این فرصت رو به بدن میدیم تا سلامتی خودش رو حفظ کنه. خب میگم زمان خیلی کوتاه و خیلی به سرعت دقایق میگذره. خداوند یار و نگهدار شما باشه تا هفته آینده. خدا نگهدار.